یک دو سه چهار. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بخوانید. سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت هستید. و این کورسی دوم ما است، طوری که ما در برنامه قبلی به شما وعده داده بودیم. ما در 21 کورس یعنی 21 موضوع برای موفق شدن برای شما پیشنهاد میکنیم. این الکی موضوع دوم ما است که با نام سمت حرکت خود را به طرف هدف مشخص کنید نام دارد. و من باور دارم که شما دفتر و یا قلم خود را گرفتید، جمله های جالب را برای خودتان اشاره میکنید. توماس کارلایل چی زیبا میگوید که هر شخص با هدفی معین حتی روی ناهموارترین جاده پیش خواهد رفت، ولی هیچ کس بدون هدف حتی روی هموارترین جاده نیز پیشرفت نخواهد داشت. من باور دارم که شما از زمره آنهایی هستید که پیشرفت خواهید کرد. آرزوهای خود را عزیزان از افکار خود بیرون برآورید و آنها را به صورت هدفهای نوشته شده مشخص و آشکارا مثل آینه تازه کنید. شاید بزرگترین کشف تاریخی بشر این است که شما همان خواهید شد که اکثر وقتا درباره آن فکر میکنید. دو عاملی که پیش از هر چیز دیگر مشخص میکند برای شما در زندگی چه اتفاقی خواهد افتاد این است که بیشتری وقتا در زندگی خود درباره چی فکر میکنید و چگونه فکر میکنید. این دو بسیار مهمند. افراد موفق بیشتری وقتا درباره هدفهایشان فکر میکنند، در نتیجه دائما به طرف هدفهایشان در حرکت هستند و هدفهایشان نیز پیوسته به طرف آنها حرکت میکنند. درباره هر چیز بیشتر فکر کنید، آن چیز در زندگیتان رشد میکند و افزایش مییابد. اگر درباره هدفهایتان فکر کنید، صحبت کنید، تجسم کنید و پیش بینی کنید، خیلی بیشتر از افراد معمولی تمایلی به انجام رسیدن به هدف خواهد داشت. افراد عادی عادتاً بیشتری وقتها درباره نگرانی ها و مشکلات کارشان صحبت میکنند. در اینجا یک فرموله 7 مرحلگی برای رسیدن به هدفهای مورد نظر وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید و یک ثروتمندی موفق خود ساخته شوید. مرحله اول میگوید دقیقاً تصمیم بگیرید که در هر مرحله زندگی خود چی میخواهید، از جمله در زندگی مالی خود. در یاد بگیرید که اکثر مردم این کارها را نمی کنند. مرحله دوم، هدفهایتان را درست و مشخص بنویسید. وقتی هدفهایتان را می نویسید، مشخص می شود که چی فاصله شگفت آور بین مغز شما یعنی افکار شما و دست شما یعنی عمل شما وجود دارد. مرحله سوم این که برای هر هدف مهلت را مشخص کنید، یعنی وقت گذارید. اگر هدف به اندازه کافی بزرگ باشد، مهلت‌های ضروری را با زیر مهلت‌ها مشخص نمایید. برای خودتان هدف را مشخص کنید تا به طرف آن نشانگری را آغاز نمایید. مرحله چهارم عزیزان، حتما لیست و یا ورقی را از آنچه در باره آنها فکر میکنید و باید آنها را انجام دهید تا به هدف خود برسید تهیه کنید. وقتی درباره امیدهای نو فکر میکنید، آنها را به لیست خود اضافه نمایید تا کامل شوند. مرحله پنجم عزیزان، لیست خود را به صورت یک نقشه عملی برنامه ریزی کنید. تعیین کنید که اولین
باید چی کارهای باید انجام دهید و بعداً چی کارهای دیگر به تعیین کنید کدام یک اهمیتی بیشتر دارد و کدام یک اهمیتی کمتر. مرحله ششم، فوراً روی نقشه و طرح خود کار را شروع کنید. خیلی زود ملاحظه خواهید کرد که چه هدفها و طرحهای با شکوه و جالبی زیاده به علت امروز و فردا کردن بیهوده رفتن و تأخیر هرگز به مرحله عمل و واقعیت نرسیده است. مرحله هفتم شاید مهمترین مرحله باشد. هر روز کاری کنید که حدی اقل شما را یک قدم به مهمترین هدفهایتان نزدیکتر کند. این عهدهداری را به عملی روزانه در هر چیزی که تصمیم به انجام آن دارد موفقیت زیاد برایتان به ارمغان خواهد آورد. در اینجا یک تمرین برای شما داریم. یک ورق کاغذ بگیرید و همه هدفها را در بالای صفحه با تاریخ امروز بنویسید. سپس فهرست از 10 هدفی که دوست می‌دارید تا 12 ماه آینده با آنها دست یابید تهیه کنید. هدفهایتان را در زمانی حال بنویسید و فکر کنید که 1 سال گذشته و شما به تمام هدفهای خود دست پیدا کردید. هر هدف را با کلمه ا شروع کنید تا مشخص شود که به شخصیت شما مربوط می شود. با تهیه فهرست از 10 هدف برای خودتان و برای سال آینده شما خودتان را در گروهی منحصر به فرد جای می دهید که فقط 3% بزرگسالان را در جامعه ما تشکیل می دهد. این واقعیتی تلخ که 97% بزرگسالان هرگز روی خط یعنی لیست از هدفهای خود در تمام زندگی خود تهیه نکردند. وقتی فهرستی از 10 هدف زندگی خود را تهیه کردید، لیست را نظر کنید و از خود این سوال را بپرسید: اگر موفق شدم کدام هدف بیشترین تأثیری مثبت را بر زندگی من دارد؟ جوابتان به آن سوال هر چی باشد دور آن هدف دایره بکشید و آن را هدف شماره 1 بدانید که مهمترین هدف آینده می باشد. مهلتش را مشخص کنید، نقشه های بریزید، روی نقشه هایتان کار کنید و هر روز بخش از کارهایتان را انجام دید تا شما را به هدفهایتان نزدیک کند. از همین حالا تمام وقتا درباره آن هدف فکر و صحبت کنید، درباره تمام مرحله‌های گوناگونی که شما میتوانید هدف را به واقعیت تبدیل کنید. فکر و گفتگو کنید. این عمل سبب انگیزش خلاقیت یعنی رشد شما و افزایش انرژی شما خواهد شد و گره‌های زیاد از پتانسیل و توانایی شما را خواهد کشاد. اینجا عزیزان یک تمرین عملی داریم و لطفاً این را حتماً بنویسید. همیشه قلم را روی کاغذ واگذارید و فکر کنید، بشینید و شروع کنید به نوشتن هدفها و روش و نقشه‌ای که برای رسیدن به آنها دارید. این تمرین به تنهایی میتواند شما را به یک ثروتمند خودساخته تولید دهد. این راز دومی موفقیت یعنی ثروتمند شدن بود که سمت حرکت خود را به طرف هدف مشخص کنید نام داشت. در بخش‌های دیگر موضوعهای جالب را در این موضوع به شما حتما میفهمانیم. اگر عزیزان این نوار با شما معقول شده باشد کامنت و لایک را فراموش نکنید. خب لطفاً هر چی سوالی که عایدی این موضوع دارید در کامنت نویسید
چون وعده ما به سوالهای شما حتما پاسخ خواهیم داد. موضوع سوم ما را انتظار باشید و فکت‌های جالب و زیبای را آنجا ما برای شما پیشنهاد میکنیم. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بخوانید، بشنوید و از خود یک انسانی فوق‌العاده زیبا و موفق را بسازید. خودتان را احتیاط کنید.